به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا، جذاب و شیرین شروع می‌کنیم. آوای سکوت نوعی کتاب عرفانی کلاسیک هستش از خانم هلنا پتروفنا بلاواتسکی که خانم مهناز دقیق‌نیا این کتاب رو ترجمه کردن و ناشرش هم هستن. این کتاب در سال 1380 به چاپ اولش رسیده و من اطلاعی ندارم که آیا چاپ‌های جدیدی هم داره یا نه. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. آوای سکوت نوعی کتاب عرفانی کلاسیک به شمار می آید که در سال 1889 برای اولین بار هلنا پتروفنا بلاواتسکی بنیانگذار اصلی انجمن عرفان در امریکا آن را به چاپ رساند. مطالب کتاب درباره طریقت، توسعه روحی، احکام اخلاقی و عرفانی اوپاناشیداها، مبارزه با نفس، دوری از گناهان و مدیتیشن است. این چاپ همراه با فهرست لغات و مقدمه ای از بوریس دوزیرکوف فراهم آمده است. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه ورق بزنیم. این کتاب نمونه نیایشی از حکمت الهی است که به بیداری درونی و بالش جویندگان می انجامد تا بتوانند بین طریق رحمت و راه نفس یکی را برای خود برگزینند. این نوشتار را که از کتاب دریافت‌های طلایی گرفتم، از جمله آثاری است که اشراف به دانستگی‌های آن برای دانشجویان عرفان شرق در مدارس آن دیار ضروری است. کتاب مقبول بسیاری از حکیمان الهی می باشد، چون نویسنده با بسیاری از این دریافت‌ها آشنایی دارد. ترجمه این اثر برای او کاری چندان دشوار نبوده است. همه می‌دانند که در هندوستان گروه‌ها یا استادان و مرشدان برای پیشرفت روحی شاگردان خود از روش‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. علت این تنوع را نباید تنها در تفاوت‌ها جستجو نمود که در 6 مکتب فلسفی هند وجود دارد، بلکه لازم است بدانیم که نظام هر گروه بسیار سری و خاص خود اوست و معمولاً آن را به دیگران نمی‌نمایاند. اما در آن مکاتب باطنی موجود در فراسوی هیمالیا، جز در آن مواردی که بین معلومات گروه لامایی با تعلیماتش تفاوت بسیار ناچیز است، چون این اختلافی چندان چشمگیر نیست. کشی از متون کلاسیک حکمت الهی درباره بیداری درونی و گسترش آن. شما بین طریق روحانی و یا نفس کدام یا انتخاب خواهید کرد؟ فهرست مطالب شامل پیشگفتار، پاره اول یا فصل اول آوای سکوت، پاره دوم یا فصل دوم دو راه یا طریق و پاره سوم یا فصل سوم 7 دروازه یا مدخل هستش. فصل اول آوای سکوت. این دستورنامه‌ها برای کسانی است که از خطرات قدرت خارق‌العاده ویرانگر بیخبرند. کسی که آوای نادا، ندای روح یا جان را که صدایی بی آواز بشنود و آن را بفهمد، باید ماهیت دهارانا یا تمرکز ژرف آموخته باشد. چون سالک نسبت به اهداف دریافتی بی تفاوت شد، باید راجا یا وارستگی و بیگناهی را که فراور اندیشه است بیابد و چون یافت آن کسی است که از توهم رها و از خواب بیدار شده است. ذهن قاتل بزرگ حقیقت است. پس مرید باید قاتل را قبل از اینکه مقتول او گردد به قتل برساند، زیرا تا زمانی که صورت خویش بر او غیر واقعی می نماید، تمام صورتهایی را که در رویاها دیده است همان گونه می بیند که در بیداری دیده است.
چون از کثرت شنیداری فارغ آید، کلام یکتایی را ادراک کند و این صدایی درونی صداهای بیرونی را از میان بردارد. آنگاه نه تا آنگاه قلمرو اسات یعنی دروغین را رها کند و به خطه صاد یعنی راستین درآید. پیش از آنکه جان توان دیدار یابد، باید به هارمونی درونی دست یافت و چشمان سر را باید نسبت به تمام توهمات کور کرد. پیش از آنکه جان توان شنیدن یابد، صورت خیال یا انسان باید نسبت به غرش‌ها چون نجواها و نسبت به ناله‌های پیلان مانند وزوز کرم‌های شبتاب کر شود. پیش از آنکه جان بتواند فهیم شود و به یاد آورد، باید با گوینده ساکت چنان درآمیخت که صورت گل در دست کوزه‌گر در آغاز کار در ذهن او شکل می‌گیرد. چون آن زمانی است که جان می‌شنود و به یاد می‌آورد و آنگاه با گوش جان سخن آوای سکوت را نیوشد و گوید: اگر جان به هنگام شستشوی در نور آفتاب زندگی تبسم کند، اگر زمانی که هنوز در گوشت و خون است نغمه سراید، اگر در درون قلعه توهم سرشک ریزد، اگر کوشد تا بندهایی را بگسلد که او را به استاد بزرگ پیوسته‌اند، باز هم ای مرید راه، جان هنوز زمینی است. تا زمانی که غنچه جان، نفس انسانی در مقابل نفس حیوانی و نیز نفس کلیه الهی به آشفتگی جهان گوش می سپارد و پاسخگوی صدای غرش توهم بزرگ یا عالم شهادت باشد و از منظر اشک‌های داغ درد می هراسد و از فریادهای فشار به سطوح می آید و چون لاک پشتی شرمگین به درون لاک خود فرو می رود، بدان ای مرید راه که جان برای خداوند سکوت خود معبدی است بی ارزش. زمانی که پوششی قوی‌تر یابی، جان از پناهگاه امن بیرون خرامد و معبد حفاظی خود را رها می کند. بند سیمین خیش می گستراند و پیش می رود. زمانی که به صورت خیالی خیش در امواج فضا می نگرد و نجوا کنان می گوید: این منم. اعلام می کنند ای مرید راه که جان در شبکه های غفلت و کجی پنداشتی گرفتار آمده است. این دنیا ای مرید راه جهنم غم هاست که در آن و در مسیر راه امتحانات هولناک و تله های غفلتی به نام بدعت بزرگ منظور عدم جدایی نفس انسانی از نفس کلی است، برای به دام انداختن نفس والای تو نهادند. دنیا ای مرید جاهل چیزی جز دروازه حزن‌انگیزی نیست که به تاریکی غروبی منتهی می شود که در سر راه دره حقیقی قرار دارد. آن نوری که هیچ بادی آن را نمی کشد. آن روشنایی یا چراغی که به بی فتیله و سوخت می سوزد. مقایسه کنید با سوره نور آیه 35 با آنکه آتشی به آن نرسیده است روشنی دهد. قانون بزرگ میگوید برای اینکه تمام کمال بر همه نفس کلی عارف راستین شوی، اول باید به نفس کلی عارف باشی. برای رسیدن به دانستگی آن نفس کلی باید نفس را به بی‌نفسی، وجود را به عدم تسلیم کنی. آنگاه از آرام گرفتن بین بالهای مرغ بزرگ عاجز خواهی ماند. آری، آرامش بین بالهای لم یلد ولا یموت شیرین است. آنکه است در تمام دورانهای ازلی، هر قرن برهمن برابر با 4,320,000,000 سال است. بر مرغ زندگی سوار شو اگر آن را میشناسی. منظور این است که
یوگی که روی اوم تمرکز کامل کند از تأثیرات کارمیک در امان خواهد بود، چون اوم نمادی از خداست. یاد خدا آرام بخش دل هاست. زندگی فیزیکی را تسلیم کن اگر طالب زندگی معنوی هستی. 3 سرا ای زائر از پای در آمده، به آخر مشقت ها منتهی می شود. 3 سرسرا ای فاتح مارال، تو را از 3 حالت، 3 حال آگاهی در بیداری، رویا و رویای عمیق، به 4مین حالت آگاهی معنوی بسیار بالا و بدون خواب و از آنجا به 7 عالم، 7 عالم وجود یا حالات معنوی که 7مین آن فراسوی زمان و مکان است. کسی که به این عالم برسد بعد زمان و مکان برای او از میان می رود و به مرتبه برهمنی می رسد. عالم آرامش ابدی. اگر نامهای آنها یاد می گیری پس به دقت گوش فراده و به خاطر بسپار. نام سرای اول جهل است. اویدیا سرایی است که در آن روشنایی را می بینی، در آن زندگی می کنی و می میری. عالم شهادت یا ناسوتی. نام سرای دیگر سرای یادگیری، سرای یادگیری آزمایشی است. در آن سرا جانت شکوفه‌های زندگی را می‌یابد، اما در زیر هر گلی ماری حلقه زده. عالم نجومی یا روحی، مثالی عالم مدیوم‌ها که پر از توهمات بزرگ است. نام سرای سوم عقل است که در ورای آن آب‌های بی‌ساحل اوکشارا، چشمه خشکی ناپذیر علم مطلق گسترده است. عالم آگاهی معنوی خالی از خطر. اگر از سرای اول بی خطر می‌گذری، مگذار ذهن تو آتش‌های هوس را که در آنجا شعله‌ورند با نور آفتاب زندگی اشتباه کند. اگر از دومی بی خطر گذشتی، تنفس عطرهای شکوه فای فریبنده تو را باز ندارند. اگر از بند زنجیرهای کارمیک رهایی یافتی، گروی خود را در آن نواحی مایاویک مجوی. دانایان جویای آواهای توهم شیرین زبان نیستند. کسی را بجوی که به تو ولادتی ارزانی می‌دارد. آشنایی که مرید را به دانستگی‌های معنوی خود راهنمایی می‌کند. یعنی در سرای عقل که در فراسوهاست. تمام سایه‌ها ناشناخته‌اند و در آنجاست که نور حقیقت مدام با شکوهی زوال ناپذیر می‌درخشد. آنکه مخلوق نیست در توست، همانسان که در آن سراست. اگر به آن برسی و با این دو درآمیزی، تو را باید که تن پوشش‌های تاریک از بر کنی. ندای امیال جسمانی را از نطفه خفه کنی و نگذاری صورت خیال حواس بین نور آن و نور تو قرار گیرد و این جفت دو قلو یکی شوند. و چون به جهالت خود پی بردی، از سرای یادگیری بیرون آی، زیرا زیبای فریبای این سرای خطرناک و جز برای آزمایش تو مورد نیاز نیست. آگاه باش ای سالک، مباد که درخشندگی وهمی تو را خیره گرداند و با نور فریبنده‌اش روح تو را معطل و مسخر کند. این نور از گوهر دامگستر بزرگ می درخشد. حواس را محصور، ذهن را کور و غافل را به ویرانه مطرود مبدل می کند. پروانه‌ای که مجذوب شعله خیره کننده چراغ شب‌های توست، به مردن در روغن چسبنده محکوم و روح غافلی که در نبرد با دیو توهم شکست خورده است، در بازگشت به دنیا برده ماراست. میزبانان جانها را بنگرید، چه سان بر روی دریای پرتلاطم زندگی پرسه میزنند، درمانده و خسته، با بالهای شکسته، یکی پس از دیگر درون امواج کفالود سقوط میکنند.
بادهای خشمگین آنها را زیر و زبر و تندبادها آنها را دنبال می‌کنند و به درون گرداب‌ها رانده و درمانده در درون چرخش‌های آغازین ناپدید می‌شوند. ای مرید راه، اگر از طریق سرای عقل به دره فیض ره بردی، حواس خود را در برابر آن بدعت بزرگ و وخیم فراق که تو را از بقیه باز می‌دارد مردانه بازدار. مگذار بهشت زاده تو در دریای مایا غرق و از والدین جهانی روح اعظم الهی قطع گردد. اما نیروی آتشین را در بزرگترین خوابگاهی که نهانخانه دل و کاشانه مادر دنیاست بیاسایان. آنگاه آن نیرو از دل به قلمرو ششم، جایی که بین چشمان توست، فراز یابد و این زمانی است که با نفس یکتا روح یکی خواهد شد و آن آوایی است که همه را سرشار خواهد کرد که ندای مادر توست. این فقط زمانی است که توان آن نداری تا آن راهرو آسمانی باشی که بادها را بر فراز امواج میبرد بی آنکه پاهایش تر شود. پیش از آنکه پایت را روی پله نردبان بگذاری، باید نردبان صداهای سری آوای خدای درونی خود را که نفس برتر است به 7 شیوه بشنوی. نخستین آوا نغمه دلنشین بلبلی را ماند که نوای جدایی از جفت خود را می سراید. دومین سنج سیمینی دهانسی را ماند که ستارگان سوسوزن را بیدار می کند. دیگری ملودی مویگونه پریان اقیانوس را می نمایاند که در صدف خویش زندانی اند و در پی این آوا نغمه ویناست، سازی هندی. پنجمین آهنگ نوای نی را در گوش تو زمزمه می کند. آنگاه به نفیر ترامپتی تبدیل می شوی. آخرین همه بسان ارتعاش ناخوشایند تندر ابر است. هفتمین آهنگ تمام صداها را می بلعد. همه می میرند و دیگر صدایی به گوش نخواهد رسید. زمانی که 6 صدا خاموش شد، در زیر پاهای پروردگار می آرامد. آنگاه سالک مستغرق در یکتای بی همتا همان یکتایی می شود که با آن زندگی می کند. پیش از آن که به طریق وار شوی، باید جسم قمری را از میان برداری و دل را پاک گردانی. آبهای پاک ازلی روشن و شفافند، با سیلاب‌های موسمی گلالود آمیخته نمی‌شوند. آن قطره شبنم آسمانی را بنگر که در نخستین پرتو بامداد در درون دل نیلوفر رخشان است و همان آنی که به زمین افتد در خاک می‌غلطد. اکنون آن مروارید به لکه گلی تبدیل شده است. پیش از آن که اندیشه‌های ناپاکت تو را از پای درآورند، با آنها ستیزه کن. اگر به آنها بی‌توجه باشی، در تو ریشه می‌کنند. آگاه باش که این اندیشه‌ها چندان نیرومند خواهند شد که روزی تو را خواهند کشت. ای مرید راه، هوشیار باش، چون اگر که خود را رنج ندهی، حتی اگر در وجه سایه هم به تو نزدیک شوند، گرفتار خواهی شد. اگر اینها رشد کنند، بسیار بزرگ و نیرومند خواهند شد و آنگاه پیش از آن که حضور این غول‌های سیاه دروغین را دریافته باشی، تاریکی هستی تو را تباه خواهد کرد. ای سالک، پیش از آن که نیروی کندالینی، نیروی مار یا آتش سری از تو خدایی بسازد، باید به چنان قدرتی رسیده باشی که صورت قمری خود را به اختیار ذبح کرده باشی. نفس ماده با نفس روح هرگز دمساز نیست. یکی از این دو قلو باید از میان برداشته شوند. برای هر دو جان نیست. پیش از آن که ذهنیت روح تو توان تفاهم یابد، باید غنچه تشخص را له کرده باشی.
حس کرمی است که رستاخیز گذشته را ویران کرده است. تا عین طریق نشوی توان سفر در طریق نداری. تا عین جاده نشوی توان سفر در جاده نداری. بگذار روح تو چون دل خالی نیلوفر بامدادی تشنه ناله های درد باشد. مگذار آفتاب آتشین قطره‌ای از این سرشک درد را بخشکاند. پیش از آن که خود تو آن را از چشم دردمندی سترده باشی. بگذار هر سرشک سوزان انسانی در دل تو ریزد و در آنجا کاشانه کند. هرگز آن را پاک مکن مگر زمانی که آن دردی که این سرشک را زاییده زایل شده باشد. ای تویی که دل ارحم و راحمینی، اینها جویبارانی هستند که کشتزارهای مهر و محبت را آبیاری می کنند. یافتن اینها در آن خاکی که شکوفه‌های نیمه شبان بوددها می رویند بس دشوارتر و دیدن آنها از گل درخت وگای کمیابتر است. اینها بذر آزادی از تولدهای دوباره اند. آرهارت را از تقلا و تمنا بی‌نیاز می کنند و او را از سرزمین‌های وجود مطلق به آرامش و فیضی میبرند که فقط در زمین سکوت و عدم شناخته شده‌اند. هوس را بکش و چون آن را کشتی هوشیار باش، مبادا مرده دوباره برپا خیزد. عشق به زندگی را بکش، اما اگر تنها میل به زندگی و ترس از مرگ را ذبح کردی، مگذار به آتشی برای زندگی جاودانه تبدیل گردد. بگذار جایگزین گریزی به ابدیت باشد. هوس هر چیزی را از سر بیرون کن. کارما و قانون تغییر ناپذیر طبیعت را آزرده مکن. فقط با آنچه شخصی، گذرا، ناپایدار و ناپایاست ستیزه کن. طبیعت را یار باش و با آن سازگار و کارساز تا تو را یکی از خالقان خویش پندارد و در برابرت فروتنی کند. و آنگاه او درهای سرای اسرار خود را به روی تو می گشاید پیش از آنکه نگاه تو گنجهای پنهان او را در ژرفناهای دل بکر پاکش نظاره کند. خود را عریان آشکار کن، گرچه از مادیات بی‌نیاز و بیزار نیست، اما گنجینه‌هایش را فقط با چشم روح می‌توان دید. چشم دل هرگز بسته نمی‌شود و در تمام ملکوت حجابی نیست که مانع دید او شود. آنگاه او چراغ راه تو گردد. دروازه‌های اول و دوم تا هفتمین دروازه را به تو می‌نماید و سپس هدف را به تو نشان می‌دهد که در فراسوی نور آفتاب جان نشسته است. از چنین شکوهی کسی سخن نگفته و آن را کسی جز آنکه چشم جان دارد هرگز ندیده است. راهی که به طریق ختم می‌شود یکی است و جز در پایان آن آوای سکوت به گوش جان شنیده نمی‌شود. هشدار که پله‌های نردبان سالک با درد و رنج ساخته می‌شوند. این درد و رنج‌ها را جز با نوای فضیلت آرام نمی‌گیرند. پس وای بر تو ای مرید راه، حتی اگر ذره‌ای آلوده باشی، چون همان آلودگی سد راه و باعث سقوط تو خواهد شد. هشدار پله‌های نردبان ترقی به گل گناهان آلوده نگردد، وگرنه سقوط تو حتمی است. پس پیش از آن که بخواهی یا بتوانی از این ظلمت رهایی یابی، باید پاهایت را در آبهای چشم پوشی از دنیا بشویی. هشدار، پاهایی را که هنوز آلوده خاکند روی اولین پله نردبان نگذاری. وای بر جسوری که پله ای را با پای گلی بپیماید. گلی که آلوده دنیا باشد
چسبنده است و چون قوام گیرد و خشک شود پا می چسبد و سالک را چون مرغی که در دام صیاد گرفتار آید از پرواز باز می دارد. آنگاه همین کژی‌های او چون خنده‌ها و گریه‌های بعد از غروب شغال از اندیشه‌های او سپاهی فراهم می‌آورند و او را چون برده‌ای در بند می‌کشند و به اسارت می‌برند. ای سالک، پیش از آن که اقدام به سفر صادقانه کنی هوس‌هایت را بکش و کژی‌هایت را راست گردان. پیش از آن که یک پله نردبان را در نوردی گناهانت را سر بکوب و آنها را برای همیشه گم کن. اندیشه‌هایت را خاموش و تمام توجهت را متوجه پروردگاری بدار که هنوز او را ندیده‌ای، اما او را احساس می‌کنی و او تو را می‌بیند. اگر از دشمن در امانی تمام حواس خود را در یک حس متمرکز کن. این همان تنها حسی است که در خلوت خانه مغز تو پنهان است. آگاه باش، بسا که راه سراشیبی را که به پروردگار تو منتهی می شود چشمان کمسوی دلت بسته ببیند. راهی که در پیش داری بس دراز و خسته کننده است. ای مرید راه، بسا که تنها یک فکر درباره گذشته‌ای که گذشته تو را پایین کشد. آنگاه ناگزیری راهی را که رفته‌ای از نو بیاغازی. تمام تجارب گذشته خود را از ذهن دور کن، پشت سر را منگر، اگر بنگری گم می‌شوی. باور مکن که اگر امیال برآورده و ارضا گردند می‌میرند. این نیرنگی بیش نیست که از ترفندهای القایی ماراست. تغذیه و تقویت کژی‌ها کرمی که درون دل را می‌خورد فربه و قوی می‌کند. پیش از آن که انگل شیره جان گر را مکیده و دل گل را خورده باشد از ساقه‌های والد آن دوباره غنچه‌ها جوانه می‌زنند، می‌رویند و بیرون می‌آیند. درخت زرین غنچه‌های گوهرین به بار می‌آورد، اما پیش از آن که تنه‌اش را کرم پوسانده باشد. شاگرد باید دوباره به حالت کودکی از دست رفته بازگردد، اما پیش از آن که با ترنم آواها نوازش شود. نور پروردگار یکتا همان نور زرین روح اعظمی است که هرگز تضعیف نخواهد شد. پرتوهای تابناک این نور از همان آغاز بر مرید صادق میتاباند. ابرهای تاریک و غلیظ جسم هم مانع عبور شعشعه این نور نیست. این پرتوها هر از گاهی چون پرتوهای آفتابی که از لابلای شاخ و برگهای پرپشت درختان جنگلی زمین روشن می‌نمایند، ابرهای تاریک و غلیظ جسم را منور می‌کنند. اما ای مرید راه، تا زمانی که جسم منفعل سر سرد و جان چون الماس درخشان سخت و پاک نباشد، پرتوهای نور به اتاق یا نهانخانه دل نخواهند رسید. نه نور آفتابش دل را گرم خواهد کرد، نه صداهای سر بلندی‌های آکاشیک به گوش خواهد رسید. هرچقدر هم در آغاز شایخ باشی، تا نشنوی نمیتوانی ببینی، تا نبینی نمیتوانی بشنوی. این شنیدن و دیدن مرحله دوم راه است. زمانی که مرید می‌بیند و می‌شنود و زمانی که می‌بوید و می‌چشد، چشم‌ها و گوش‌ها بسته، دهان و حفره‌های بینی از کار افتاده‌اند. زمانی که این چهار حس در هم آمیزند، آماده عبور به حس پنجمی می‌شوند که بساوایی باطن است و این زمانی است که از مرحله چهارم گذشته باشی. بعد در مرحله پنجم، ای کسی که اندیشه هایت را کشته ای، اینها همه باید دوباره در آن سوی زندگی کشته شوند. این حواس را باید از کار انداخت تا از مرحله هفتم که معنویت صرف است گذشت. تمام اعیان خارجی را
از ذهن دور و از نمود تصاویر خیال درونی جلوگیری کن. مبادا روی نور جانت سایه های تاریک اندازند. اکنون تو در دهارانا ششمین مرحله، زمانی که به مرحله هفتم وارد می‌شوی، ای سالک خوشبخت، دیگر از مثلث مقدس دریافتی نداری. در راجا یوگا مراحل سلوک را با اشکال هندسی نمادینه می‌کنند. علامت هندسی این مورد خاص بیان نشده است. چون تو خود آن مثلثی، خود تو و ذهن چون دو قلوهایی در یک خط هستی و ستاره‌ای را که می‌جویی خودت هستی که بر فراز سرت سوسو می‌زند. ستاره آشنایی است. آن مثلثی که با شکوه و با فیضی وصف ناپذیر کاشانه گزیده، اکنون در عالم مایا نامهای خود را گم کرده و ستاره واحدی سوزانی است که نمی‌سوزاند. این همان آتشی است که شعله آن اپادهی، اصل آتشی که تا در حیات دنیوی باشی دیده نمی‌شود است. و این ای یوگی پیروز همان است که آن را دهیانا، مرحله ما قبل آخر، یوگی در این مرحله هنوز از هوشیاری معنوی برخوردار است، مینامند. پیام‌آور صادق سامادهی، جذبه و خلسه کامل و بیخبری از همه چیز، حتی از خود است. و اکنون نفس تو در نفس کلی گم است. خودت در خویشتن خودت، در آن خود کلی مستغرقی که در آغاز از آن پرتو می‌افشاندی. ای سالک، کجا رفت فردیت تو؟ تو خود ای سالک کجایی؟ جرقه‌ای گم شده‌ای در آتشی، یا قطره‌ای ریخته در دریا، و یا پرشیدی جاودانه که پرشید فکنی شده‌ای. اکنون ای سالک، تو فاعل و شاهدی، پرتو انداز و پرتویی، نوری در صدا و صدایی در نور. تو با 5 راهبند آشنایی ای مصطفی، تو فاتح آنهایی، پروردگار ششمینی، حاصل 4 صورت حقیقتی، نوری که بر آنها میتابد و میدرخشد از خود توست. ای مرید راه، اکنون تو مرادی و از این وجوه حقیقت. آیا تو از دانش تمام ادوار از حقیقت اولین نگذشته ای؟ آیا تو بر شاه ماراس درتسی که میکوشد با درخشندگی گوهرهایش طالب را کور کند، که دروازه گرد همایی و حقیقت دوم است، پیروز بیرون نیامده ای؟ آیا در دروازه ویران شده سوم گناه نکردی و به حقیقت سوم دست نیافتی؟ یا وارد تائو یا طریق که منتهی به دانستگی است، حقیقت 4 نشدی؟ 4مین تولد دوباره از 5 تولد که توأم با رنج و درد است. و اکنون زیر درخت بودهی که کمال همه دانستگی هاست آرام گیر و بدان که تو صاحب سامادهی هستی که حال بصیرت بی خطاست. بنگر، تو نوری، تو صوتی، تو پروردگار خود و خدای خودی، تو خود هدف جستجویی، صدای ناشکسته‌ای، همان انعکاسی در سراسر ابدیت، از تغییر مستثنایی، بخشوده از گناهی، 7 صدای در یک صدایی، آوای سکوتی. خب من سعی کردم که پاره اول یا بخش اول از آوای سکوت رو برای شما بتونم بخونم. بسیار زیباست این کتاب، حتما برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.